حالا میخوایم تفسیر احتمالاتی این پیش بینی رو داشته باشیم. خب ببین ما هدفمون این هستش که وای آی ها رو پیدا کنیم دیگه، درسته؟ یعنی وقتی که میگیم که من دوست دارم نمیدونم W0 پیدا کنم، W1 و اینها رو دارم پیدا میکنم، هدفم اینه که به چی برسم؟ خطا رو کم کنم و اون مقادیری که به دست میارم برای، ببینید شما یه وای آی واقعی دارین، وقتی از داده تست استفاده میکنی دوست داری که حالا وای آی اندیس بالا ما نشون داده بودیم، نه داده آیام مثلا وایشو، دلمون میخواد که اون مقداری هم که ما داریم پیش بینیش میکنیم برابر با همین وای آی باشه و اختلاف اینها رو میومدیم اگه دیدیم مثلا اون چیزی که من به دست میارم با چه فانکشنی به دست میآوردم، حالا هر فانکشنی مثلا میگفتیم h w چی x h w x i دوست داریم با چی برابر بشه؟ وای آی. آیا واقعا برابره یا نه؟ اگه برابر نباشه این اختلاف اینا رو میگیم چی؟ هزینه. بله لاس هستش، اینا داره اضافه میشه به هزینه های ما. حالا وقتی تفسیر احتمالاتی اینو میخوام بگن، من اگه بخوام توی یه جمله بگم این هستش که من اگر که بگم که من دوست دارم احتمال وای آی آوردن ها رو زیاد کنم، اگر دارم با یه فانکشنی برآورد میکنم مقادیر وای آی ها رو، دوست دارم وقتی ایکس آی دارم به من چی بده؟ وای آی رو بده. یعنی احتمال وای آی اومدن چی بشه؟ زیاد بشه. نه میخوام بگم احتمال وای آی اومدن زیاد بشه اگه من چی رو داشته باشم؟ ایکس آی رو داشته باشم با دبلیو هم. میخوام به ساده ترین شکل مفهوم چیزو بهتون بگم، ماکسیموم لایکلیهود میگن، تفسیر احتمالاتی رگرسیون. ببین اگر بگم که expected y به شرط x رو با f(x) نشون بدیم، ما داریم وای ها رو تقریب میزنیم و اگر از این نوتیشن استفاده کنیم که expected y به شرط x رو با یک فانکشن f(x) و w نشون بدیم، خب که حالا ما معمولا با چی نشون میدادیم تا حالا به نظرتون؟ به جای f(x) و w میگفتیم چی؟ h(x) و w. حالا اینو حواستون باشه در این اسلاید ها این expected y به شرط x با این f نشون داده شده. ببینید گفتم بهتون اگه بخوایم اینو تفسیر کنیم، من گفتم که ما دوست داریم احتمال وای آی اومدن رو چیکار کنیم؟ زیاد کنیم، به شرطی که چی؟ ایکس آی ها رو داشته باشیم و دبلیو آی هامون. پس تفسیر احتمالاتی رگرسیون این میشه، این که من دوست دارم به احتمال زیاد وقتی ایکس آی رو میبینم با دبلیو هایی که خودم آموزش میبینم احتمال وای آی اومدن چی بشه؟ زیاد بشه. حالا به ازای کدوم وای آی، به ازای کدوم ایکس آی مجموعه داده آموزشیمون. پس میگیم وقتی میخوایم یک بحث احتمالاتی هم این اتفاق بیفته، یعنی هم احتمال وای 1 اومدن زیاد بشه، احتمال وای 2 اومدن به شرط x2، وای 3 اومدن، وای 4 تا وای n اومدن زیاد بشه. پس در احتمالات بهمون گفتم وقتی میخوای یه اتفاقی رو همه بیفته میشه حاصل ضرب احتمالاتشون. پس میگی من دوست دارم حاصل ضرب احتمال وای 1 اومدن، وای 2 اومدن، وای 3 اومدن چی بشه؟ زیاد بشه. پس تفسیر احتمالاتی دقیقاً این هستش. پس اگه بخوام تفسیر احتمالاتی کنم میگم من دلم میخواد در وزنامون رو آموزش میدادیم دیگه، وقتی میگفتیم یک مدل رو آموزش میدیم یعنی وزنها رو پیدا میکنیم. پس میگیم که من دلم میخواد وزنامو یه جوری پیدا کنم که این حاصل ضربه چی بشه؟ ماکسیموم بشه. به این میگن ماکسیموم لایکلیهود، تفسیر احتمالاتی رگرسیون. ببینید اون تفسیر قبلی که ما داشتیم بر اساس MSE این بودش که مین اسکوئر ارور، دوست دارم وزنامو یه جوری پیدا کنم که وای آی های من اختلافشون با اون وای آی واقعی چی بشه؟ کم بشه.
تفسیر احتمالاتیش میگه من دوست دارم احتمال وای آی اومدن رو زیاد کنم، اگر که بخوام وای آی ها رو با یه توزیع احتمالاتی مدل کنم. حالا الان بهتون نشون میدم که دقیقاً این تفسیر احتمالاتی، یعنی همین ماکسیموم لایکلیهود، منجر میشه، یعنی معادل میشه با مین اسکوئر ارور. مجموعی که داریم داده رو آموزش میبینیم. آره. بله، ببینید شما یه توزیعی رو قراره جنریت کنید که بگه که چی؟ اگه من ایکس رو دیدم وایم چی میشه؟ درسته؟ ولی هدف اینه که چی باشه؟ اون توزیعه که داره وای آی ها رو جنریت میکنه همون چی رو جنریت کنه؟ وقتی ایکس آی رو میبینه چی رو جنریت کنه؟ وای آیو. بنابراین پس میگیم احتمال وای آی دیدن بره بالا اگه شما چی رو دیدی؟ اگه ایکس آی رو دیدی با وزنای دبلیو که داری پیداش میکنی. این میشه تفسیر احتمالاتی لایکلیهود. البته حالا افراد مختلف جورای مختلف تفسیر میکنن ولی به نظر من این شاید ساده ترین تفسیر از تفسیر احتمالاتی ریگرسیون باشه. دلمون میخواد یه جوری تابع توزیعی که وای آی ها رو جنریت میکنه پیدا کنیم که احتمالاً به احتمال بالایی وای آی رو تولید کنه وقتی که ایکس آی رو میبینه. خب ببینید اینو. حالا خیلی وقتا برای اینکه این حاصل ضربه رو به جمع تبدیل کنن، این حاصل ضربه یه سری عددهای کوچیکه دیگه، احتمالاتن اینها، برای اینکه این حاصل ضربه رو به جمع تبدیل کنن و بعد مثلا بحث‌های مشتق گرفتن و اینا روش راحت تر باشه، میان چیکار میکنن؟ به جای اینکه خود لایکلیهود رو حساب کنن، فکر کنید چیکار میکنن؟ لاگ لایکلیهود رو حساب میکنن. میگن به جای اینکه اینو ماکسیموم کنم میرم چی رو ماکسیموم میکنم؟ لوگاریتم اینو ماکسیموم میکنم. این هیچ فرقی نداره، هیچ فرق. اینجا فقط تفسیرهای متفاوت، این تفسیر احتمالاتی همونه و الان میگم این دقیقاً همونو نتیجه میده، هیچ فرقی نمیکنه، این فقط تفسیر احتمال. پس لاگ این رو دلمون میخواد چیکار کنیم؟ ماکسیموم کنیم. دقت کنید که ما لایکلیهود رو ماکسیموم میکنیم، اسکوئر ارور رو مینیموم میکنیم. اینو میخوای ماکسیموم کنی، پس اون حاصل ضرب، دیدید که این علامت حاصل ضربه وقتی لوگاریتم میگیری میشه چی؟ جمع لوگاریتماش. واضحه اینا دیگه ها. خب اینو ببینید، باز کنیم. قبلا هم گفتم که ما این تابع توزیع این که به دست میاریم یه تابع توزیع گوسی هستش، یعنی اینجوری این پیه تابع توزیعی که قراره وای آی های ما رو جنریت کنه یه همچین چیزی میشه که به طور میانگینش رو خود وای آی هستش. خب این تابع توزیع، حالا اگر که یادتونم رفته، یه فرمولی داره تو کتاب آمار، باز کنید تابع توزیع گوسی بهتون فرمولش رو نشون میده. خب پس این تابع توزیع گوسی این فانکشنه هستش، خب که فرمولش رو براتون میذارم، حالا اگه حفظم نیستید اشکالی نداره. اینه وای منهای مقدار میانگین تقسیم بر 2 برابر واریانس ای به توان البته وای. اینه دیگه، ای به توان کلن ایکس منهای میو ایکس تقسیم بر 2 برابر سیگما 2. حالا فرمولش هم اگه یادتون نیست اشکالی نداره. به هر حال اون احتمال فرمولش این هستش، و بنابراین وقتی x و w داریم به جای فانکشن ما، ببینید فانکشنمون رو چی گذاشته؟ همون w1 و w0 w1 xی که ما باش کار میکنیم. فانکشن ما این هستش. حالا دیتیل اینم خیلی برام اهمیت نداره. لوگاریتممون به این تبدیل میشه. بچه دقت کنید، اون لوگاریتمی که ما قرار بود این لوگاریتم رو چیکار کنیم؟
ماکسیموم. خب اینو باید ماکسیموم کنی. اینا که عدد ثابتن، وقتی کل اینا میخوای ماکسیموم کنی یعنی باید چیکار کنی؟ آخریه رو ماکسیموم کنی. اینو میخوای ماکسیموم کنی باید چه اتفاقی بیفته؟ لاگمون به این ترتیب شده. کل اینا میخواین ماکسیموم کنید. این الان یه مقدار منفی هستش دیگه، البته یه ضریب منفی داره و اینکه کلش ماکسیموم بشه باید چه اتفاقی بیفته؟ ضریبش منفی یعنی اون مقدار باید کوچیک باشه که بزرگتر از طرف قبلش باشه، درسته؟ بله. پس واریانس باید کوچیک‌تر باشه. ببینید حالا با واریانسش کاری نداشته باشید، شما دوست دارید این ماکسیموم بشه. وقتی میخوای این ماکسیموم بشه اینا که عدد ثابتن، دلت میخواد وزنا رو یه جوری پیدا کنی که کلش اینا که عدد ثابتن، پس این باید ماکسیمایز بشه. پس این معادل است با این، یعنی انگار ما اینو میخوایم ماکسیمایز کنیم. وقتی اینو میخوایم ماکسیمایز کنی یه مقدار چیه؟ این منفیه. میتونی بگی من مثبت اینو چیکار میکنم؟ مینیمایز میکنم. این چیه؟ همون چیه؟ MSE. MSE یعنی دقیقاً ماکسیمایز کردن لاکلیهود تبدیل شد به چی؟ مینیمایز کردن اسکوئر ارور. یعنی کاملاً اینا دو تفسیر متفاوت از یک موضوع هستن. از این واریانس کدوم واریانس؟ اینه. ببین شما هدف اینه که لایکلیهود رو چیکار کنی؟ ماکسیمایز کنی. اینا عدد ثابتن، یعنی این واریانس اون تابع توزیع هستش که ما قراره پیداش کنیم. واریانسش ثابته، وقتی پیداش کردی این واریانسه و اینا این دو پی اینم همینطور، اینا همه به دست اومد عددهای ثابت هستن. میتونی به وقتی میگی من اینو میخوام ماکسیمایز کنم، انگار چی رو میخوام ماکسیمایز کنم؟ این مقدار رو میخوام ماکسیمایز کنم. اینا رو میذارم کنار هستن دیگه. اینو ماکسیمایز کردن معادل با مینیمایز کردن منفی اینه و این هم همون چی شد؟ مین اسکوئر ارور. یعنی تفسیر احتمالاتی رگرسیون منجر شد به دقیقاً دوباره مین اسکوئر ارور. یعنی لایکلیهود فقط یک تفسیر متفاوتی از رگرسیون. خب اینو نکته دیگه نداریم. بحث بعدی که میخوام بهتون بگم در مورد کلاسیفیکیشنه. تا حالا ما از رگرسیون استفاده کرده بودیم. رگرسیون وقتی استفاده میکنی یعنی اینکه داری یک مقدار چی و پیوسته ای رو برآورد میکنی. مثل چی؟ دمای یک اتاق. آره، مثل دمای اتاق، قیمت خونه، اینا مقادیر پیوسته هستن و رگرسیون هم واقعا به ما همینو میداد. اصلا مفهوم رگرسیون یک فانکشنی رو به عنوان برآورد کننده پیدا میکرد که اون فانکشنه یک فانکشن پیوسته ای بودش. ولی خب فقط ما پیشبینی مقادیر پیوسته نداریم و خیلی وقتا پیشبینی مقادیر گسسته رو داریم که پیشبینی مقادیر گسسته میشه همون کلاسیفیکیشن. بله، که الان من میخوام رگرسیون لوجستیک رو بگم که منجر میشه به کلاسیفیکیشن. خب بچه قبل اینکه اینو بگم میخوام یه کویز ازتون بگیرم، یه سوالی شبیه سوال امتحان، سوال تمرینتون ازتون بپرسم. تمرینتون بوده دیگه اصلا. صورتشو دارین تمرینو؟ یه تغییر کوچیک بدم، لطفاً توی کاغذ بنویسید، پاسخشو به من بدید.
پس رگرسیون لوجستیک و مبحث بعدیمونه که میخوایم بگیم یه رگرسیونی که برامون مقادیر گسسته رو تولید کنه. دارید صورت سوال رو به من بدید لطفا. متشکرم. داده های ما اینا هستن. اینا وایای ماست. دیگه تغییر کوچیک با تمرین دارم میدم. نرید همونو بنویسید. 2 2 3 2. خب این موارد داده های فوق را با یک چند جمله‌ای درجه 2 برآورد کنید. خب این سوالم حالا امتیازی میذارم امروز با توجه به اینکه درس دادم. اگر عامل رگولاریزیشن رو هم اضافه کنید حالا پیدا کنید، یعنی در دو حالت، وقتی که رگولاریزیشن ندارد و وقتی دارد. اگر عامل رگولاریزیشن هم داشته باشیم برآورد کننده به چه صورت خواهد شد؟ رگولاریزیشنمون هم همون باشه لاندا دبلیو آی ها به توان 2، یعنی عامل لاندا دقت کنید در چی؟ دبلیو آی ها به توان 2 رو داشته باشه. نرم دبلیو به توان 2. حالا برای اینکه خیلی هم سختتون نباشه من بگم لاندا دبلیو 0 به توان 2، دبلیو 1 به توان 2. چند تا دبلیو داره؟ وقتی درجه 2 0 و 1 و این عامل رو هم اضافه کنید به لاستون، مشتقاتون رو بر اساس این بگیرید. یعنی این مثاله باعث میشه شاید اون بحث رگولاریزیشن رو هم کاملا درک کنید. بفهم. متشکرم. این چی قطعش کنید. مرسی.